الان اومدم بیرون از خونه که تو خیابون قمشت هستیم. خونه دخترم اینجاست و الان از روی پل میرابو اومدم داخل و میخوام برم خیابون کمانسیون و این رود سن. روی سن هر تقریبا ایستگاه یه دونه پل هستش. این پل اسمش پل میرابوه. اینجا برج ایفله که 2 تا ایستگاه مونده به خود برج ایفل که یه ایستگاه بعدیش چیز هستش که میارم جلو مجسمه آزادی هستش. اگه از اینجا دیده بشه نمیدونم دیده میشه. نه آره دیده شد. بعد 2 تا ایستگاه مونده که من الان دارم میرم توی خیابون کمانسیون. هوا باد میاد اینجا، یه مقدار ابریه، خورشیدم البته هست، هی پشت ابر میاد بیرون. و بعد دارم میرم. امروز روز سه‌شنبه است، فکر کنم 28 اپریل هستش که فکر میکنم باز 8 اردیبهشت باشه که من قرار شد اینجا بمونم فعلا 2 هفته دیگه. بلیط هم خیلی گرون شده به خاطر اینکه دخترم داره پایان نامه‌شو می‌نویسه برای مستری دانشگاه سوربن و من فعلا میمونم. 2 هفته دیگه هم دفاعشه 12 می. به این خاطر قرار شد بعد از 12 می من برگردم تهران. فعلا هستم و خیلی هم آروم، همه جا خیلی هم قشنگ و تمیز و مردم خیلی راحت دارن زندگی میکنن اینجا. اینم که باز دوباره یه تصویر از رود سن هستش. میبرم که برج ایفل مشخصه. حالا اگه بتونم به سمت امروز نه یه روز دیگه فیلم میگیرم میرم به سمت خود برج ایفل که اونجا اکثرا وقتی میخوان ازدواج کنن میان اونجا عکسای هنریشونو برای ازدواج از اونجا میگیرن. بتونم یه موقعی میرم که فیلمشو بگیرم. عروس داماده اونجا دارن فیلم میگیرن. آره من الان دارم میرم. این روبرو کنوانسیون هستش و بعدش هم تقاطع سن شغله که بازارهای محلی امروز هست. یکم خرید دارم. فعلا روز خوبی داشته باشیم.